اجراکننده وظیفه رئیس شهر اصفهان شریفجان جمعه‌زاده با همراهی مسئولین ساحه معارف شهر، نمایندگان مقامات اجرایی محلی، حکومت دولتی و راهبران ساختارهای داخلدار با مقصد شناسایی پیدا نمودن با وضع واقعی مؤسسه‌های تعلیمی، صفت روند تعلیم و تربیت، حالت مادی و تکنیکی مکتب‌ها، شرایط تعلیمی خوانندگان و فعالیت آموزگاران، همچنین معین نمودن مشکلات و پیشنهادها برای رشد منبعدی ساحه از مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دیاتی بازدید نمود. در روند سفر رئیس شهر از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی جماعت دیدن نموده با آموزگاران و خوانندگان ملاقات آزاد و سودمند انجام داد. ضمن صحبت مسائل مربوط به صفت تعلیم، کمبودی کادرهای آموزگاری، نارسایی کتاب‌های درسی، وضع بناها، تأمین صنفخانه‌ها با تجهیزات ضروری و دیگر مشکلات جای داشته مورد بررسی قرار گرفتند. شهردار اصفهان ضمن بازدید از صنفخانه‌ها، آموزشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و دیگر انشاءات یاریرسان مؤسسه تاکید نمود که معارف یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک به شمار رفته با دستگیری و توجه خاصه حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری به این ساحه سال از سال زیاد می‌گردد. همچنین ذکر گردید که در دایره دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئله بلند برداشتن سطح دانش تربیت نسل نورس در روحی و تندرستی، خودشناسی ملی و آموزش فن‌های دقیق و زبان‌های خارجی توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. بهتر شدن شرایط تعلیم و تربیت در دهات امکان فراهم آورد که سطح دانش و معرفت نورسان و جوانان بالا رود. عین زمان در دهات واروق 12 مؤسسه تعلیمی موجود بوده، در آنها زیاده از 3000 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. به آنها 282 نفر آموزگاران صاحب تخصص سبق می‌آموزند که 86 نفرشان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. آموزگاران برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت کوشش به خرج داده خوانندگان را در روحی و تندرستی، افتخار ملی، خودشناسی و عنعنه‌های نیک نیاگانمان تربیت می‌نمایند. با مقصد فراهم آوردن شرایط خوب تعلیم در نزد مؤسسه‌های تعلیمی بناهای نوی علاوگی ساخته مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. رئیس شهر به مسئولین ساحه سپارش داد که مسئله‌های تعمیر و نوسازی بناهای تعلیمی، بهتر نمودن شرایط سانیتری و بهداشتی، تأمین مؤسسه‌ها با لوازمات معاصر تعلیمی، کامپیوترها و اینترنت، اینچنین جلب متخصصان جوان به مؤسسه‌های تعلیمی جماعت واروق زیر نظارت دائمی قرار داده شوند. در فرجام بازدید رئیس شهر اصفهان از زحمت آموزگاران قدردانی نموده تاکید کرد که سهم آنها در تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز بسا بزرگ میباشد. او اظهار اطمینان نمود که با همکاری زیرچی مقامات محلی ساحه معارف و جامعه مسائل جای داشته تدریجاً حل گردیده سطح تعلیم در مؤسسه‌های جماعت دیاتی واروق باز هم بهتر خواهد شد. در جریان سفر کاری شهردار اصفهان اینچنین وضع فعالیت مؤسسه‌های تندرستی دیه را مورد توجه قرار داد. ضمن صحبت صمیمی با طبیبان شهردار اصفهان ذکر نمود که با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه طب، بهداشت، تأمینات مؤسسه‌های طبی با تجهیزات و لوازمات ضروری، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی، تکمیل دادن دانش و ملکه و مهارت کارمندان ساحه تدبیرهای ضروری راه‌اندازی کرده می‌شود. الحال در جماعت دیاتی واروق یک بیمارخانه منطقوی، تولدخانه، 4 مرکز سلامتی و 6 بنگاه طبی به مردم خدمت طبی می‌رسانند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اصفهان به طبیبان و مسئولین ساحه بابت بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی و به طلبات معاصر خدمت‌رسانی طبی موافق نمودن فعالیت مؤسسه‌های تندرستی دیه دستور و مصلحت‌ها داد و اظهار امید کرد که طبیبان محلی با دانش و تجربه کافی باوری مردم را سزاوار خواهند شد.